یکی از سوالای پرتکرار توی دندون پزشکی اینه که آیا جرمگیری باعث حساسیت مینای دندون میشه؟ جواب اینه که نه. یکی از دلایلی که بعد از جرمگیری شما احساس سرما و گرما بعد از مصرف نوشیدنی رو میکنید این هستش که در اثر وجود جرم لثه شما تحلیل رفته و عاج دندون شما بیرون اومده. عاج دندون نیمه زنده است، بنابراین حساس هست به سرما و گرما. بنابراین وقتی که جرم روی دندون ها وجود داره بدون اینکه شما متوجه باشید لثه شما تحلیل میره و بعد وقتی این جرم ها رو برمیدارید تازه اون احساس رو به دست میارید. اما خود جرم باعث این مسئله شده و تنها مسئله فرعی که خود جرم داره این هستش که به صورت عایق عمل میکنه و شما متوجه سرما و گرما نمیشید. بنابراین این باور غلطه. حتما باید جرمگیری انجام بشه تا از تحلیل لثه بیشتر و در نهایت لقی و از دست دادن دندونتون جلوگیری کنید.